سلام بچه ها، خوش اومد به این ویدیوی من که این ویدیو میدونستید که این امباپه و هالند تا حالا ضربه ایستگاهی گل نزدن. ما میخوایم داخل این فوتبال 24 انجامش بدیم. یه دونه از اینجا باید بزنیم، یه دونه از اینجا، یه دونه هم از اینجا باید بزنیم. اول از امباپه شروع میکنیم و لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خب بریم. نزدیک بود اولیش. الان ما اینو باید خراب کنیم. بریم از اینجا بزنیم با کلیان امباپه که من خیلی از کلیان امباپه رو دوست دارم و بریم بزنیم. وای این خراب شد. ریدیم. بچه راستی داخل کامنت های این ویدیو از یک تا به لوگوی جدید این کانال نمره بدین. یه تغییراتی هم احتمالا بهش بدیم. اینجا هم نوبت کلیان امباپه است. ببینیم و بله اینم میرینه. امباپه هیچ کدومو نتونست گل کنه. بریم نوبت هالند. که من از هالند متنفرم. خب بریم هالند تست کنیم. فیل فودن داشت میزد. چرا؟ خب میذارمش اینجا. هالند اوف این هم نزدیک بود. اینو باید خراب کنیم چون دوباره همونجا موند. اینجا میزنیمش. خب میریم. وای بازم خراب کردم. بشکنیم. خب ببخشید که وقتتون شر رو ور گرفتم. بریم از اینجا با هالند بزنیم. خب اینجا میریم هالند رو انتخاب میکنیم. هالند میزنه. هالند توی دروازه. و بله هالند این مسابقه رو برنده میشه. ولی میخوایم از این ورم بزنیم با هالند. خب اینجا میریم هالند رو انتخاب میکنیم و بهش بزنیم. 1 2 3 و بله خراب شد. و بله این مسابقه به نفع هالند تمام میشه. مرسی که نگاه کردید. خداحافظ.